زنهایی که بیگاهی ها در تگی دام ها میشینن همشون چی میشود؟ شوهراشون دایوسه چی میشه دیگه؟ نمیبرند شوهراشون نصیحتشون کنه که جسد همش در بیرون میتونه تو میبری آخه بخیزی خونت بروی. زن دو قدر اگر بفاره بگی خونه تو خونه هم دقشتو برشون یک هفته بگرد آخه بشینه ببیویا چی گپه که مردم میگذرن پروا ندارن که اما جاشون توفته. بازی با زنها یک کار کردین دیگ دونر در قدر هم میکنن بیچاره همشون دم بعد میکنن همه جاشون میتوه. نمیدونم این قدرتی خدا من حیرانم من روز تو رو دیوانه میشی قدرتی نظر میکنی. با بعضی جوانا جورش میاره از نک چای بیار با میاره خم میکنه سیناش تا نقش بیچاره میتوه. بود زن یاکش میاره مر میبری خیلی بخیر چای بیار آخی. این قدرتی خدای تعلیم از قرآن دور ماندیم از حدیث دور ماندیم دایوس بیناموس میشی خداوند خوب حرام کرد عرق حرام کرد چرا در وجودش دایوسی داره. کسی گوشت خوب میخوره دایوس زنش در پیشش آشنایی میکنه پروا نداره دخترش آشنایی میکنه پروا نداره دایوس میشی عرق آدم بیناموس میکنه دایوس میکنه. همین که بعضی نمیفهمون بعضی با نامش معلی با نامش هم دیرکتور بیگه مست میه خونش میدره با پکا میره ها طلباش ما گناه نکنی این روز تو میمری اول خود عرق نخری. این مسخرگی رو بی خودش پیان میای خونه‌شو طلباش میبینن با طلباش میگن این دیوانه رو بی خودش بیگه مست بود ما رو میگه گناه نکن. این مردم چی کار کردید شما با همین دروغی پیش میره نه خود مسخره میکنی. برای این سبب بعضی قاری محترم یگان تلاوت قرآن میکنن یگان غزل میخونن بعد دعا میکنیم. من بسیار خوشحال هستم خداوند شما را به ناموس بگردانم. من الحمدلله شکر نام الله را میکنم که از بین شما دو کس هم زنش به ستر بکنه یک کس هم زنش به ستر بکنه من خوشحال میشم الحمدلله. خوشا به حالی و جوانی که به ناموس باشه ستر بخره زنش پوشانه بگه زنک تو زیبایی بخوای من برای تو همه کارو میکنم تو فقط زیبایی در پیشی ما بکن. دختر جانش تربیه بکنه دخترش بگه دختر جان من تو را دوست میدارم من نمیخوام که روی تو من دوزخی شم. جوانای عزیز باید نصیحت بکنه که مادراشون رو دوست بدارن پدراشون رو دوست بدارن. اگر همین رفتارمون باشه در ریگر مسافرخانه برآمده میرن پدرشون رو در مسافرخانه میپرتوین کسر شید میارن قربالا مرد میبرن گور میکنه دیگه خونه‌اش نمیاره. چرا زنم به معقول نی مرد زن تا معقول نی پگخت هم خیلی میشی زن به معقول نی. ما در تلویزیون دیدم یک شکمدار بوگاسو کم در گردنش بود بعدی اومدن شو پرسی ژورنالیست که یکی بود بچه‌م بود چند بچه داره 6 بچه دارم ترا چرا جا آوردن که نام به معقول نی کجاش ناموسی تاجیکی کجاش سمدارای تاجیکی کازینو میسازن یهودی ای خودی او پاره دنیا اومدن تاجیکا رو کافر کردیسه کجاش دید پولدارای حرام خوری گیره فروشا که تاجیکا رو یاردن بکنن کجاش زکات انداز زکات بدین $100,000 $2,500 باید زکات بدی. بازی میلیاردر در تاجدار لو زده میلیون $25,000 میلیاردر هم هسته $250,000. تاجستانی ما تماما سیر پوری میشه نه که وای بر حالش کسی زکات نده مسلمان است نماز قبول نمیشه حرام است صدقاتش.